سه فیلمی که اگر با دقت ببینیمش مثل مربی فن بیان میتواند برای ما عمل کند. اولین فیلم 12 مرد خشمگین است. 12 داور در یک اتاق دربسته درباره گناهکار بودن یا نبودن یک جوان تصمیم میگیرند. در ابتدا همه مخالف یکدیگر میشوند. این فیلم کلاس درس معتقدسازی است. در طول این فیلم یاد میگیریم که چطور با صبر و استفاده از منطق بجا میتوانیم کل یک مسیر را یا یک گفتگو را تغییر بدیم. فیلم دومی انجمن شاعران مرده، داستان یک معلم الهام بخش با بازیگری بی‌نظیر رابین ویلیامز که با استفاده از قدرت کلمات زندگی شاگردایش را دگرگون می‌کند. ما در این فیلم یاد میگیریم که چقدر قدرت لحن، انتخاب درست کلمات و شور شوق میتواند تاثیرگذاری ما را روی مخاطب بیشتر کند. فیلم سوم مناظره کنندگان است. در این فیلم تلاش یک استاد دانشگاه برای تشکیل یک مناظره دانشجویی در دوران تبعیض است. در این فیلم برای ساختاربندی و بیان یک مطلب میتواند بسیار کمک کنه برای ما. این فیلم را در ادامه اون 3 تا کتابی که برایتان معرفی کردم میتوانید نگاه کنید و از بهترین ویژگی‌های مستفید بشید.